عزیز دل من خوب توجه کن. ماهی را فرستاده، وعده میدهد، به بنده امید میدهد، به بنده میگوید نگران نباش، اگر در 11 ماه تلاش کردی که گناه نکنی گناه کردی، تلاش کردی که پرهیزگار شوی نشد، تلاش کردی که دیگر به سمت گناه نروی نشد، من ماه را میفرستم. بنده ام اول وعده من این است که در این ماه شیطان را به غول و زنجیر میکشم. شیطان به غول و زنجیر کشیده می شود. چرا؟ دوست دارد من و تو را. چرا؟ به خاطر که 11 ماه ضعیف بودیم، نتوانستیم، 11 ماه حیله و بهانه کردیم، شیطان نمیگذارد، شیطان ما را تباه کرد، شیطان ما را در 4 راه قرار داده، احاطه ما کرده. الله چه میگه؟ بنده ام نگران نباش، من یک ماه به نام رمضان دارم، این ماه را میفرستم، دیگر به تو بهانه نمیماند، من شیطان را به غول و زنجیر میکشم. این حدیث امام بخاری است. دیگه وعده بنده ام میترسی از جهنم، ترس داری گناه زیاد کردی، ترس داری بی حیایی و بی شرمی زیاد شده، ترس داری بی نمازی زیاد کردی، نگران نباش، در این ماه دروازه های جهنم را بسته میکنم، حتی یک در جهنم باز نمیماند، تمام درهای جهنم بسته می شود، فقط و فقط باید باران رحمت و مغفرت ببارد، فقط باید باران رحمت و مغفرت ببارد. درهای جهنم بسته شد. الله رب العزت و الجلال میگه بنده های در این ماه دروازه های آسمان را باز میکنم تا آخر این ماه دروازه های آسمان بسته نمیشه. یک بار خب آواز بلند بگو الله اکبر، یک بار بگو الحمدلله. که چقدر الله ما را دوست داره. خیلی زیان کرده، خیلی تباه شده، خیلی برباد شده اون کسی که ماه مبارک رمضان آمد هنوز انسان نشد، ماه مبارک رمضان آمد هنوز برنگشت، ماه مبارک رمضان آمد هنوز توبه نکرده، ماه مبارک رمضان آمده هنوز به سمت گناه در حرکت است. حتی فرشته از آسمان صدا میزند یا باغی الخیر اقبل، ای کسی که در طلب خیری، ای کسی که در طلب رضای الله هستی، ای کسی که در طلب مغفرت الله هستی، به سمت خدا بیا که ماه رحمت و مغفرت آمد. و یا باغی شر اقصر، ای کسی که در طلب شری، در طلب گناه هستی، در طلب نافرمانی هستی، در طلب سرکشی هستی، کوتاه بیا. بس نیست؟ این یک ماه برای پاکی، این یک ماه تمرینی برای تقوا، این دقایق و لحظه ها و ثانیه ها عزیز است. عزیز من چقدر این ماه مبارک است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اگر یک مسلمان یک تا خرمای به یک مسلمان دیگر به افطاری میدهد، یک خرما، و یا اینکه خرما ندارد یک گلاس آب را رفته از ترمز میگیرد میدهد به دست این مسلمان، فقط همین قدر واسطه شده بین ترمز و بین این انسان که گلاس آب را برداشته آمده به یک برادر مسلمانی که روزدار است برایش میدهد. الله رب العزت و الجلال برش میگه به اندازه ثواب روزه همین مسلمان الله به این اجر نصیب میگه. چقدر لطف است، چقدر کرم است، خدا چقدر لطف کرده در حق ما. یک رکعت نفل این ماه معادل فرض است. تماس میکشن مادران، تماس میکشن برادران که جناب مولانا زنان هم تراویح بخوانند. ای مادر دلم به حالت میسوزد، ای مادر چگونه تو این سوال را از من میکنی که آیا زنان هم تراویح بخوانند؟ مگر زنان روز قیامت شفاعت نبی را امید ندارند؟ مگر زنان نمیخواهند در زیر سایه عرش رحمان قرار بگیرند؟ مگر زنان نمیخواهند دروازه های جنت به رویشان باز باشد؟ مگر زنان نمیخواهند که الله رب العزت و الجلال اعلان بکنند در روز عید 2 تا پیام میدهد الله بندگان من از شما راضی شدم، بندگان من شما را بخشیدم. این 2 تا پیام را خواهران دریافت نمی کنند. بدحجابی ها، بیحجابی ها، سرکشی ها، نافرمانی ها از شوهر
معصیت و گناه، تون زبانی ها، بد اخلاقی ها در 11 ماه. مادر گرامی این ماه را محکم بگیر. هر چقدر تکلیف میشوی، هر چقدر رنج میبینی، باید از این ماه استفاده بکنی. هر رکعت نفلش معادل فرض است. 20 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، 20 رکعت فرض. هر فرض معادل 1000 رکعت نماز نفل است. یک بار بگو الله اکبر. پس هر رکعت نفلش معادل فرض است. بیا که یک نکته دیگه هم برایت بگویم. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید ای بشریت، ای امت من، هر رکعت نماز فرض که در ماه مبارک رمضان میخوانی به اندازه 70 رکعت نماز نفل در دیگر ماه هست. بگو الله اکبر. 70 رکعت نماز صبح چند رکعت فرض داره؟ پس کسی که این رو در جماعت خوانده چقدر ثواب گرفته؟ 140 رکعت نماز فرض خوانده باشه. چقدر جفا کرده او مسلمانی که سحری میخورد، بعد میرود دوباره در بستر میخوابد، چشم خود را باز میکند که آفتاب طلوع کرد. ای جوان عزیز، من عذر میکنم. ای خواهر گرامی، ای پدر بزرگوار، عذر میکنم. قسمی که الله و پیش بندگان خودش گاهی وقت عذر میکند، بنده ام بیا، بنده ام بیا. پس این دعوتگران هم این مسئولیت را دارن. عذر میکنم، نخواب بعد از سحری، نماز جماعت صبح را از دست نده، 8 رکعت تهجد را از دست نده که ما خیلی بی وفا هستیم. ما خیلی گناه کردیم، خیلی نافرمانی کردیم، خیلی سرکشی کردیم، خیلی از الله دور خوابیدیم، خیلی خفایش کردیم. عزیز دل من، بیا در این یک ماه هم معذرت خواهی بکن از قرآن، هم معذرت خواهی کن از نبی، هم معذرت خواهی کن از الله. یک معذرت خواهی از این 3 چیز ما قصد داریم. چرا در زندگی ما قرآن به معنای واقعیش نبوده؟ این ماه قرآن است. انزل فیه القرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. پس این ماه قرآن است. چقدر خیر و خوبی. این ماه را خدا ماه رحمت، مغفرت، ماه نجات از جهنم، ماه نزول قرآن، ماهی که شب دارد به نام شب قدر که بیشتر از 1000 ماه عبادتش فضیلت دارد. سریع تکبیر. دیگر چه قسم الله رب العزت و الجلال به ما بیان بکند؟ چه قسم الله محبت خود را به ما و شما نشان بدهد؟